خب ما سنگ باکسمون رو حدودا 40 سانت یه دونه اسکوپ میزنیم به صورت مثلثی، به این صورت که سیم هم تو عمق خود سنگ نگه داشته میشه. به این صورت یعنی خود سیم تو عمق سنگ میره. حالا تو کامنت ها بهمون بگید ببینم اسکوپ آماده بهتر است یا اسکوپ با سیم.